ما برای امام حسین عزاداری میکنیم اما مثل امام حسین زنداری نمیکنیم. ما برای امام رضا احترام قائلیم، میریم زیارتش، اما مثل امام رضا زندگی نمیکنیم. نگاه کنید، اولا بیایم مذهبی بودن رو تعریف کنیم. آیا مذهبی بودن یعنی معتقد به شعائر بودن؟ این رو من مذهبی بودن نمیدونم. یعنی مثلا 10 محرم مشکی بپوشه، نمیدونم روز اعیاد سفید بپوشه، محاسنش بلند باشه یا کوتاه باشه، یا خوب سینه بزنه یا خوب همراهی کنه با مداح. اینا شعائره و این شعائر بیشتر شخصیه. خب من دارم میگم مذهبی کسیه که اول زندگی کنه، متوجه، بعد نشون بده با رفتارش که من مرید این آقام، قسمتی اپسیلونی از نوریم که از او ساطع میشه. بعد این مشکی میپوشه، اونم میپوشه، چون میگه این من ندیدم تو 10 سال که همسایه من باشه این آزارش به کسی برسه، ندیدم برای دوزار دروغ بگه. حضرت ابوالفضل علیه السلام شجاعت داشت، امام حسین آزاده بود، امام رضا علیه السلام رئوف بود، امام حسن مجتبی کریم بود. خب تو چقدر از اینها گرفتی و داری مراقبه میکنی که مثل اونا زندگی کنی؟